سلام، بعد از ظهر شما بخیر. بیننده گفتگوی خبری روز هستید و خیلی متشکریم که شما هم مشارکت دارید در این بحث. صبر کن ببینم، من که مشارکت ندارم تو این بحث. من خودم صاحب بحثم. خیلی آوانس بدم میذارم تو هم یه مشارکتی این وسط بکنی. حالا چطوری؟ هرچی عقل داری جمع جور کن. یه موضوع انتخاب کن که همچین بسیجی ترسون نباشه. فردا ریزش نکنن دوباره با خاک انداز بیفتیم به بسیجی جمع جور کردن. فهمیدی یا نه؟ نگاه کن تو عراق که پس کردنی سلب صلاحیت بالای کله طرفه، بیاد پایین صدای شطرقش تو رو هم بیدار میکنه. پس این به کنار، داستان مجلس و دعوای حداد عادل و لاریجانی اینا رو هم درس میگیری، چون که یه راست میرن رو وضعیت مقام عظما که اصلا صحبتشون نکن. فهمیدی یا نه؟ تحریم هم که اصلا صدای جرق جروق کمر مقام عظما رو بلند کرده. پس چی کار میکنیم؟ یه فرصتی الان میگیریم، تو یه فکری بکن، یه موضوعی پیدا کن که خطری نباشه. بسیار خوب. در گفتگوی خبری امروز آخرین تحولات کشور سوریه را مورد بررسی قرار میدیم. دکی اینقدر گفتیم عقلتو به کار بگیر، همین شد آخرش. رفتی سراغ بشار اسد که روز سرسره است. مرحوم ابوی همیشه میفرمودند بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که پشه که مست بکنه میره جلو کارخونه پیف پاف عربده میکشه. فهمیدی یا نه؟ سوس کم که بخواد خودکشی بکنه کنار دمپایی دراز میکشه. موضوع قحطی بود، اینو که هرچی هم بزنی بیشتر بوش بلند میشه. اقلا میرفتی سراغ مذاکرات 5 به اضافه 1 و آجانس و اینا که بالاخره یه بدبختی سر خودمون می آوردیم تو اون بحث. حالا تو نرفتی، من خودم میرم سر این بحث. خواسته مقام عظما اینه که یه 7-8-10 روز دیگه یه جوری خودمون رو دووم بیاریم، یه جوری خودمون رو بکشونیم تا مذاکرات مسکو که اتفاق خطرناکی نیفته اونجا بخت خودمون رو آزمایش بکنیم. بین 7-8-10 روزی که شما گفتین که حالا در 7-8-10 روز آینده اگه اتفاقی نیفته، با این تحلیلی که جناب علی الان میکنین عملاً پیش بینیتون این هستش که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. تو هم که ترس گیجت کرده افتادی به تته پته، معلوم نیست حرف میزنی یا گانیه بازی میکنی با این حرف زدنت. کجا پیش بینی من اینه که هیچ اتفاقی نمیفته؟ جناب علی ارزیابیتون چی است و فکر میکنید که چه سرنوشتی برای این میشه تصور کرد؟ دهن منو باز نکن. خودت یه نگاهی بنداز به اوضاع بین المللی. همه چند تا دیگه کشور مونده که اگه اینام حل و فصل بشه بتونیم راحت شعار مرگ بر جهان بدیم. یعنی میخوام بگم شرایط طوریه که حتی تو هم با همین کله پسته‌ایت میتونی بفهمی که چی به چیه. حالا توی همین شرایط این کاملا مبرهن و واضح هستش که آمریکایی‌ها و در اظهارات مثلا آقای ویلیام هیک عملا بحث مداخله نظامی رو مطرح میکنن. من به نظرم تو شست پاتو ببند به یه جایی که نره تو چشم چپت، یا اگه راحت داری چشمتو ببند که شست پات توش نره. آخه چرا گیج میزنی؟ اولا هیگ نیست و هیگه، ثانیاً مال آمریکا نیست و مال انگلیسه. بعدش هم وسط بحث گفتگوهای مسکو چرا از جاده خارج میشی میندازی تو انگلیس و آمریکا؟ هی تو رو میاریم یه چیز دیگه نشونت بدیم، یه حرف دیگه میزنی، یه کار دیگه میکنی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودند بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که یارو شوتر و داداشش برداشت برد سینما که فیلم رومئو و جولیت ببینه، یه کمی کلاس پیدا بکنه، کلاسش بیاد بالا. دم سینما بهش گفت برو بلیط هم خودت بخر. طرف رفت به اون گیشه‌ای گفت آقا لطفا 2 تا بلیط بدین. گیشه‌ای هم مثل ما تعجب کرد که این قیافه بسیجی به فیلم رومئو و جولیت. گفتش که برای رومئو و جولیت؟ گفت نه خیر، برای من و اصغرمون که اونجا وایساده. میخوام بهت بگم که تو شعورت نمیرسه که مثلا منو فرستادن اینجا که قیافه تو رو نگاه کنم. خب از اولش می‌خواستیم یه بحثی بکنیم، بحث پیش ببریم که 4 تا بسیجی حفظ بشن این وسط. یه بحث هم که هست اینه که همیشه این سوال برای من بوده که چطور شما خواستار چیزی هستی که بعد درش اخلال میکنه که نشه. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ پدر جدت اخلال میکنه. مگه حرفای مقام عظما رو سر قبر امام نشنیدی؟ هر جا میرن همین بحث رو مفصل انجام میدن که چه بلایی داره سرمون میاد. فهمیدی یا نه؟ هر جا میرن موضوع گفتگوهاشون به طور گسترده همه جا همینه. شما میتونید بگید که تحلیلتون از این گفتگوهای گسترده چی میتونه باشه؟ بله میتونم بگم. جان یکی بود، اونم جان وین عزتش زیاد. منظورم اینه که جان و مرض،
جانو کوفت. فقط همینم بوده بود که تو یکی با من خودمونی بشی. نگاه کن، تو فرهنگ با مروت دارا مردن چند تا معنی داره، خیلی معنی‌های مختلف داره. برو بمیر یعنی برو گم شو. بمیرم برات یعنی خیلی دلم برات میسوزه. میمیرم برات یعنی خیلی دوستت دارم، که البته اگه منو تیکه تیکه بکنن این یکی رو به تو یکی نمیگم. فهمیدی یا نه؟ میمردی یعنی اینکه چرا این کارو نکردی. مردی یعنی چرا جواب نمیدی. حالا با همه این معنی‌ها تو یکی برو سرتو بذار ببین که راحتمون کنی. کارشناس مسائل سیاسی و خاورمیانه که در این بحث از گفتگو با ما همراه بودید، امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. مورد استفاده خودت قرار گرفته باشه و هفت جدت. من که نیومدم از این برنامه استفاده ببرم، اومدم به تو یه استفاده برسونم. بدبخت بیچاره که برای هفت پشتت بس باشه. جمع کن اینم برنامه تو با این وضعیت درب و داغونت.